محتویات شاهنامه را معمولاً به 3 بخش تقسیم می کنند. بخش اول اساطیری، بخش دوم حماسی و بخش سوم تاریخی. بخش اساطیری برگرفته از منابع زیر است: خاطرات مشترک آریاییان، ایرانیان و هندوان در مناطق شمالی پیش از مهاجرت آنان به ایران و هند. 2. یادمانده‌هایی از فرمانروایان آنان در شرق ایران در نخستین دوره‌های استقرار آریاییان در این نواحی. 3. تاریخ از یاد رفته پادشاهان اشکانی که به صورت پهلوانان کیانی ظاهر شدند. شاید در حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح گروه‌هایی از آریایی‌ها به سوی غرب به اروپا رفتند و تیره‌هایی از آنان هم به سوی جنوب سرازیر شدند. از این جمع که خود را آری یا آیر یعنی آزاده می‌آمیدند، حدود 1400 سال پیش از میلاد دسته‌هایی به هند رفتند و گروه‌هایی به تدریج و به نوبت به سرزمین ایران رسیدند و نام خود را بر قلمرو جدید خود نهادند و آن را ایران نامیدند که امروز ایران نام دارد. آنچه فردوسی در داستان هاماوران گفت بیان حسرت ایرانیان به یاد روزگاران گذشته است.